اندیشه‌ات را با سکس و مذهب و اینترنت و تلویزیون مشغول می‌کنند و تو در خیالت انسانی آزاد و رها هستی. اما تا آنجا که من می‌دانم تو همان رعیت لعنتی و حقیر هستی. من بر این باورم که کارهای بیهوده و بیفایده به این خاطر ادامه دارند که از عصیان مردم می‌ترسند. عقیده‌ای که رواج دارد چنین است که انبوه مردم حیوانهای حقیری هستند که اگر بیکار بمانند خطر خواهند داشت و بنابراین باید آنها را چنان مشغول کرد که فرصتی برای اندیشیدن نداشته باشند. مزرعه حیوانات، نوشته جورج اورول.